تگمچه رو پخش کرده در یوتیوب رو آمدن برای دنبال‌ها مشقت نیست. یک تگمچه رو پخش کرده در یوتیوب رو آمدن برای دنبال‌ها مشقت نیست. در کانال اصلاح تیوی یک ردیه احمقانه، یکی از بدبخت های متاسفانه فرزند این ملت که دیگر او را حتی فرزند گفتن هم جای شرم است، جای بگیم انا چی است. سید یونس استراوشن رو دیدم که با یکی از دیگر بدبختاش محمد اقبال صدردین که انا بحث سوال و جواب میکرد. یک چند نقطه را میخوام ذکر کنم، چون که بنده یک وقت سابق اعضای گروه 24 بودم و در یک کانال بود. در همون کانال پشت پرده سید یونس استراوشنی و یکی دیگر به حاجی اکبر نام داشت که این حاجی اکبر تورجانزاده نیست بلکه دیگر حاجی اکبر است، در اونجا فعالیت میکردن و سید یونس استراوشنی چگونه که در فیلم خیانت رد کرد بعضی چیزها را دروغ گفت. در برابر سخنرانیش دروغ‌های بسیاری را افاده کرده به مردم رساندند. از همین لحاظ ما میگم نظر میکنیم میبینیم که امروز اگر یوتیوب شده نباشد ما شما را نمیدیدیم و یعنی از علم کلام قرآن، از تفسیر، از حدیث با خبر نیستند. پس به همین خاطر در همین جا میبینیم که آن دروغ‌های گفته شدهش و آن عمل‌های کردهش که در برابر این قدر فتنه، در برابر این قدر غیبت کردن با مردم و این قدر دستور عملی که خیانت به مردم میکنند امروز به همه آشکارا گشت.